الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 108 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما موضوع از عبادت بیان خواهیم کرد. باید بدانید که هر یک انسانی که الله سبحانه و تعالی را عبادت می کند باید بداند که به الله کسی را شریک قرار ندهد و عبادتش را خالص به الله انجام بدهد و بداند که عبادت غیر الله این شرک است و کفر است و این باطل است و عاقبتش نار جهنم است و الله سبحانه و تعالی به هیچ کس نمی بخشد شرک را، شرک اکبر و کفر اکبر را. و این چنین بدانید معبود که الله سبحانه و تعالی هست، یعنی یک ذاتی که پرستیده می شود، باید خالق باشد. معبود، ذاتی که عبادت کرده می شود، باید خالق باشد. چلی که خودی الله سبحانه و تعالی در قرآن آشکار می گوید: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. یعنی اون چیزی که غیر از الله شما اونها را عبادت میکنید به من نشان بدهید که چی را خلق کردند، در زمین چی را خلق کردند؟ هیچ چیزی را. پس الله این شایسته عبادت است، الله مستحق عبادت است، الله یگانه ذاتی هست که باید عبادت کرده شود و تمام عبادت به او انجام داده شود. چرا؟ برای آنکه الله خالق است و عبادت غیر الله باطل است، شرک است و کفر است و عاقبتش جهنم است. چرا که این همه غیر الله است و این چنین خالق نیست. آن چیزهایی که امروز انسانها به غیر از الله عبادت میکنند یا که فرقه های باطله که خودشون را به اسلام نسبت میدهند، به مانند رافضه ها، به مانند سبحان الله قبوری ها، صوفی ها، از غلات، میبینیم که قبر را عبادت میکنند، امام هاشون را عبادت میکنند و ملائکه و رسول و انبیا را عبادت میکنند، بدانند که اونها شرک را انجام داده ایستاده و مشرکند و کافرند و این چیزهایی که عبادت میکنند اونها خودشون مخلوقند و هیچ چیزی را خلق نکردند. یگانه ذاتی که خالق است این الله هست و باید همین یگانه ذات عبادت کرده شود. ابن القیم الجوزی در کتاب الصواعق گفتند، خیلی که در کتاب مختصر الصواعق صفحه 72 ذکر شده است: فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عباده النفع ويدفع عنه الضر. همانا که اله حق لازم است که خالق باشد، فاعل باشد و به بنده هایش فایده و نیکی و نفع برساند و از بنده هایش ضرر را دور بکند. پس این صفت ها در این اله های باطل آیا هست یا نیست؟ البته که نیست. این اله هایی که امروز کفار اصلیین یا که مشرکین و عباد القبور عبادت میکنند، از قبر و از سنگ و از هیکل و از ستاره و ماهتاب و آفتاب و انبیا و اولیا، این همه خالق نیستند و به بنده ها نه فایده رسانیده میتوانند نه ضرر. پس اینها معبود نیستند، اینها اله نیستند، اینها خودشون مخلوقند و عبادت کردن اینها باطل است. بدانید که الله سبحانه و تعالی همه اسبابی که، یعنی سبب‌هایی که عبادتی شرکی را به وجود می آورد از خودش نفی کرده است. یعنی
مشرکا بین خود و بین الله بعضی چیزها را سبب میگیرند و به شرک واقع میشوند. الله تمام این اسباب‌هایی که تعلق به مشرکین است، یعنی مشرکین به همین اسباب‌ها چنگ میزنند و به واسطه همین سبب‌ها به شرک واقع میشوند، الله اینها را همش را انکار کرده است و رد کرده است. سبحان الله. به مانند ملکیت، به مانند شراکه میگن علما شریک شدن، به مانند کمک کننده و یاردمچی شدن و به مانند شفاعت کننده شدن. وقتی که به مشرکین خوب دقت میدهید، همه مشرکین، همه کسانی که عباد الاوثان هستند، عباد القبور هستند، به 4 سبب شرک را انجام میدهند. یا میگویند که یک اله غیر از الله وجود دارد، یا که میگویند که الله وجود دارد و اما همراه الله یک اله دیگر است، یا که میگویند که الله وجود دارد اما باز بعض اله‌های هست که به الله کمکچی و یاردم کننده و کمک کننده است، یا که میگویند که الله یگانه است اما این اله‌هایی که ما شفاعت بگیم میطلبیم یا واسطه میگیریم بین ما و بین الله شفاعت کننده و در نزد الله شفاعت کننده است، یعنی حق شفاعت کردن دارد. میگه الله سبحانه و تعالی همه این سبب‌ها را، سبب‌های شرک را همش را انکار کرده است. ببینید در سوره قرآن در یکی از آیاتش الله سبحانه و تعالی میگه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم دعوت بکنید آنهایی را که شما دعوا میکنید بجز الله، یعنی بجز الله عبادت میکنید، اون همه چیزهایی که غیر از الله شما عبادت میکنید بیارید اینجا دعوتشون بکنید و ببینید که اونها لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، هیچ ملکیت، یک ذره ملکیت در آسمان ها و زمین ندارند، اونها مالک نیستند. و ما لهم فیها من شرک، حتی در همین زمین و آسمان با الله هیچ کسی ذره شریک هم نیست همراه الله. و ما له منهم من ظهیر، و هیچ کسی از این الههای باطلی که عبادت میکنید با الله کمک نکرده است و کمکچی با الله، یاردم کننده با الله وجود ندارد. در دوامش میگه ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، و هیچ کسی در نزد الله شفاعت کرده نمیتواند و شفاعتش فایده نمیبخشد و فایده ندارد مگرم شفاعتی کسانی که الله به او اجازت بدهد. سبحان الله. برادران و خواهران عزیزم، این آیت به نهایت آیت بزرگ است، به نهایت آیت بزرگ است. در یک آیت الله سبحانه و تعالی تمام مشرکین را به خاک یکسان میکند و همه مشرکین را انکار میکند و اون سبب‌هایی که مشرکین بین خود و بین الله گرفته‌اند و به واسطه همین سبب مشرک شده‌اند الله انکار میکند. ببینید ای محمد به این مشرک‌ها بگو، به این مشرکانی که غیر الله را عبادت میکنند، من دون الله را عبادت میکنند، بگو که ای مشرک‌ها این چیزهایی که شما عبادتشون میکنید به غیر از الله یک ذره مالک زمین و آسمان نیست، یعنی به این آسمان و زمین یگون ذره صاحبی ندارد، ملکیت ندارد. این زمین و آسمان مالکش یکتا و تنها کی است؟ الله است. و این چنین به اینها بگو که همین الههای باطل شما که مالک نیست، زمین و آسمان را پاشوگی نمی کند، همین الههای باطل شما اقلاً به الله شریک هم نیست، در ملکیت الله به الله شریک نیست، هیچ کسی شریک نیست. و به این مشرک ها بگو که این الههای باطل شما به الله کمک هم نکرده است در آفریدن زمین و آسمان، یاردم و کمک هم نکرده است. و به این مشرک ها بگو که
این الههای باطل شما در نزد الله حق شفاعت کردن ندارد. یگان این الههای باطل حق شفاعت کردن ندارد. یعنی انسان نمیتواند که به نزد یک قبر رود بگوید که مرا در نزد الله شفاعت بکن، برای که این یک انسان و یک مخلوق، هیچ کسی از مخلوقات در نزد الله حق ندارد که یک بار کسی را خواهد شفاعت بکند. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم حق ندارد. الله اول به پیامبر اجازت میدهد به شفاعت کردن و بعد از این به پیامبر میگه که فلان 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 نمود انسان ها رو شفاعت میکنی. پیامبر از پیش خودشون کسی رو خواهن شفاعت نمیکنند. یک آیت ریشه مشرکین رو خشک میکند و نابود میشد. بدانید که مشرک کیست؟ مشرک همون کسی هست که گمان میکند که در این عالم یگان مالک غیر از الله هست سبحانه و تعالی. مشرک گمان میکند که یگان مالک، یگان چیز، یگان کسی وجود دارد که در این دنیا باز مالک است، به این دنیا صاحبی دارد غیر از الله. یگان چیزی رو صاحبی میکند خارج از ملکیت الله را. یعنی بله مشرکا همچین نسند. نظر بکنید به مشرکای قبوری، مثلا از رافضه های قبوری یا که از صوفی های قبوری نظر بکنید. این دو فرقه باطل و دیگر از فرقه های باطنیه به مانند اسماعیلیه، به مانند دروز، به مانند قرامیته، به مانند علوی ها، به مانند قادیانی ها، دیگر از فرقه های باطنی، اینها اعتقاد دارند که این دنیا یک مالکی دیگر دارد که غیر از الله هست و دنیا را نگاه بین میکند، تصرف میکند. رافضه ها میگن که 12 امام ما زمین آسمان را نگاه میکند، باران میباراند، روز قیامت حساب کتاب میکند. یعنی غیر از الله با الهی دیگره. این چنین صوفی های غلات میگن که این دنیا را کیها نگاه میکند؟ اقطاب، 4 قطب، 4 شیخ های صوفی همیشه دنیا را از 4 طرفش نگاه کرده میسند. اگر این 4 شیخ ها نباشد، 4 امامای صوفی نباشد، گویا این دنیا نابود میشد. اوتاد یک نمود از علمای صوفی است که گویا که اوتاد است. این اوتاد به مانند میخ در این دنیا هستند که اگر این شیخای صوفی نباشند زمین لرزه شده دنیا نابود میشود. یک قسم از علمای صوفی، پیشوا امامان صوفی هستند که اونها باران میبارانند، دنیا را نگاه میکنند، رزق تقسیم میکنند. یعنی این غلات اعتقاد دارند که یک مالک دیگری هست که این دنیا را نگاه میدارد، به این دنیا پادشاهی میکند غیر از الله سبحانه و تعالی، به اجازه الله. اعوذ بالله من ذلك. یا که به اجازه الله میگویند اینها. این باطل است، زیرا که خود الله میگه که لا یملکون مثقال ذره فی السماوات والارض. یک مثقال، یک ذره، به مانند یک چنگ، یک نقطه هم اینها ملکیت در زمین و آسمان ندارند. هیچ کسی ندارد. ذره هم در این زمین و آسمان هیچ کسی پادشاهی و ملکیت و تصرف ندارد. یگانه ذاتی که مالک این دنیا است و به خواست او این دنیا می ایستد و حرکت می کند، این الله است. و دومین نمود مشرکای هست که گمان می کند که الله این زمین و آسمان را پادشاهی می کند. الله یکتا خودش پادشاهی می کند، اما سبحان الله، الله به خودش شریک دارد. یعنی این دنیا را هم الله نگاهی بین می کند، هم غیر الله. یک مالک با همراهی الله هست، به مانندی همین با رافضه ها و قبوری ها. بله مشرک انا سخن رو میگه. یا دیگر نمودی مشرک است، یا که مشرک اگر مشرک یگون مالک غیر از الله یک مالک خاص است نگوید، یا که غیر با همراهی الله یک دیگر اله هست نگوید، مشرک یا که میگوید که گمان میکند که الله محتاج است به یک چیزی و به یک کسی که کار این عالم را به ترتیب درآورد. یعنی قسمی از مشرکا اعتقاد دارند که الله یاردمچی دارد، کمک کننده دارد و احتیاج به کمک کننده و به یاردمچی دارد.
الله را محتاج میگویند. محتاج به چی؟ محتاج به وزیر، محتاج به ظهیر. ظهیر یعنی کمک کننده، معین، یاردم کننده، دستگیرنده. اعوذ بالله من ذلك. این هم یک شرک است که مشرکان انجام میدن. یا که مشرکایی هستند که گمان میکنند و اعتقادی باطل دارند، شرکی دارند، که میگویند الله بعضی از چیزها را نمیداند که واسطه چیه به الله خبر میدهد. الله رحم نمی کند تا همون زمانی که این واسطه به الله بگوید که الله رحم بکن. الله نمی فهمد تا اینکه واسطه به او بگوید که الله انا این خیلی حدثش دیسو است. الله شفاعت نمی کند تا همون زمانی که این واسطه شفاعت طلب بکند. الله نمی شنود تا همون زمانی که این واسطه که بین الله گرفته می شود این به الله بگوید که الله نمی خیلی حدثش دیسو است. یعنی مشرکان اعتقاد دارند که خودی الله نمی شنود و نمی بیند و رحم نمی کند و شفاعت نمی کند مگرم به واسطه، به خبری واسطه، که البته امروز بسیاری از مشرکان به انمین شرک واسطه واقع شدند. به نزد قبر میره و ما میگیم که قبر رو دعا نکنید، مشرک میشوید. میگن که ما قبر رو دعا نمیکنیم. چیکار میکنیم؟ میگن که قبر رو بین خود و بین الله واسطه میگیریم. چرا؟ برای اینکه مشرکان اعتقاد دارند، گمان میکنند که خودی الله نمیشنود و نمیبیند، شنود هم حل کرده نمیتواند. همین است اعتقادشان و به همین سبب بین خود و بین الله واسطه میگیرند و الله را به پادشاهی این دنیا مانند میکنند. صوفی هایی که در تاجیکستان هستند بپرسید چرا بین خود و بین الله واسطه میگیرید؟ میگن که چخیلی که به پادشاه، به نزد پرزیدنتی که در این دنیا است در آمده نمیتوانی، پرزیدنت تو را نمیفهمد، این چنین الله به نزد الله رفته نمیتوانی. اعوذ بالله. این است مجسمه شدن و تشبیه کردن الله با مخلوق. یا که مشرکایی هستند که میگویند که مخلوق های هست در این دنیا که به الله حق دارد، به بالای الله حق دارد و الله باید این مخلوق هاش چه کند؟ حقش اجرا بکند. و از همین جهت به حق اولیاء قسم میخورد و میگه که قسم به حق اولیاء، قسم به حق پیامبران. این درست نیست. اولیاء به بالای الله حق ندارند، پیامبران به بالای الله حق ندارند. یگان چیزی از مخلوقات به بالای الله حق ندارند و با واسطه بعد این اولیاء یا که انبیا وسیله میگیرند و این همه از شرک است. و همه این عملهایی که ما ذکر کردیم ربوبیت انسان را نابود میکند. سبحان الله. محبت را نابود میکند، محبت الله را نابود میکند. محبت به غیر الله بسته میشود. ترس از الله را نابود میکند، ترس به غیر الله بسته میشود. امید را از الله نابود میکند، امید به غیر الله بسته میشود. توحید چیست؟ توحید همین است که یگانه الله را دوست بداری، محبت داشته باشی، یگانه از الله بترسی، یگانه امیدت الله باشد. پس اگر الله را دوست بداری غیر از الله چیزی دیگری را، از الله بترسی و با همراهی الله از چیزی دیگری بترسی، امید به الله داشته باشی و امید به غیر الله داشته باشی، این شرک است و این کفر است. توکل به الله داشته باشی و توکل به الله و به غیر الله داشته باشی، اینابه بازگشت به سوی الله و به غیر الله داشته باشی. مشرکا ان همین مشکلیشون است. عبادت را بین الله و بین غیر الله انجام میدن. عبادت را هم به الله و هم به غیر الله انجام میدن. ما وقتی که میگیم که غیر الله را عبادت نکنید میگن که اعوذ بالله، پناه به الله. ما هیچگاه به غیر الله سجده نکردیم، هیچگاه به غیر الله رکوع نکردیم. ما میگوییم عبادت فقط سجده کردن به غیر الله، رکوع کردن به غیر الله نیست. عبادت این دوست داشتن غیر الله از اولیاء و از امامهایتون و از این قبرهایی که هست، حتی پیامبر را درجهشون را به درجه الله به سبب دوستداری برآوردن شرک اکبر است. ترسیدن از غیر الله و به سبب ترس به او بعضی از عبادت را انجام دادن، امید کردن از غیر الله، توکل کردن به غیر الله که این همه عبادت ها را شما دارید انجام میدهید به غیر الله، به قبرهایتون، به اولیاهایتون، به پیشواهایتون، از رافضه و عباد قبور این صوفی ها. یا که عبادت امروز عبادت نوی برآمده است، بگویم که میگند قبوری های
نهضتی، بگویم قبوری های حکمی که در مسئله حکم قبوری شدند، دموکراتی ها، علمانی ها، لیبرالی ها میگن که عبادتی نوی برآمده است، نخواد همین حکم کردن هم عبادت باشد. بله الله گفت که این الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایاه، همانو که همه حکم از جانب الله هست و من شما را امر میکنم که یگانه الله را عبادت بکنید و غیر الله را عبادت نکنید، یعنی یگانه به حکم الله حکم بکنید و به حکم غیر الله حکم نکنید. ولا یشرک فی حکمه احد، در حکمش به الله کسی را شریک قرار ندهید. پس ای دموکرات ها، لیبرالی ها، علمانی ها که مردم سالاری میخواهید، حکم مردم را میخواهید، برابری میخواهید، بدانید که شما مشرکید. اگرچه شما قبر را عبادت نکردید، اولیاء را عبادت نکردید، امام را، پیامبر را عبادت نکردید، شما مشرکید. شما حکم غیر الله را تطبیق کردن میخواهید، یا که حکم غیر الله را از حکم الله بالا میدانید، یا که حکم غیر الله را در این زمانه حکم بشر را در همین عصر 21 میگید انمین است مردم سالاری، انمین است نجات. در این روز میگید به حکم الله رسول حکم کردن نمیشود، میگید انمین است که شما مشرکید. به همین اعتقادتون مشرکید که شما حکم غیر الله را اجازت دادید. پس حکم کسی را به حکم الله برابر کردید و کسی را به الله شریک قرار دادید و مشرک شدید در ربوبیت و به محکمه های غیر الله مراجعت کردن را جایز گفتید و خودتون مراجعت کردید. پس مشرک شدید در الوهیت، برای اینکه این عبادت است، و قانون برآوردید و بار دیگر مشرک شدید در ربوبیت، زیرا که قانون برآوردن این از خاصیت الله، از ربوبیت الله است. امر، نهی، حلال و حرام کردن، تشریع، این یکی از رکنهای ربوبیت است که از رکنهای هفتگانه ربوبیت رکن ششم همین است یا پنجم. پس امروز شما قبوریت. وقتی که ما قبوری میگویم بدانید که شیخ علی بن الخدیر حفظه الله و فک اسره میگن که قبوری ها در زمان ما همون کسایی هستند که مشرک هستند، از رافضه ها، از صوفی های قبوری و از همه اون کسانی که غیر الله را عبادت کردن را جایز می‌دانند و بین خود و بین الله واسطه میگیرند. و این چنین لیبرالی ها، سکولاریست ها، دموکرات ها، علمانی ها، کسایی که بغیر حکم الله حکم کردن را جایز می‌دانند یا موقتا جایز می‌دانند یا که قانون می‌برارند یا که به محکمه های طاغوتی مراجعه می‌کنند، اینها هم عباد القبور گفته می‌شوند. کلمه عباد القبور همینها است، به همینها است. سبحان الله. پس شرک این ضد توحید است و توحید را نابود می‌کند. شرک این عبادت را بغیر الله انجام دادن است یا که جایز دانستن عبادت را بغیر الله، جایز دانستن صرف عبادت بغیر الله، این همه شرک است و توحید را نابود میکند. و بدانید که توحید و شرک این دو چیزی هست که در یک جا جمع شدنش ناممکن است. از همین جهت وقتی که کسی به شرک اکبر واقع شد و مشرک است، ندانستن گفتنش، جاهل بودنش یا که من این خیلی فکر کردم گفتنش فایده ندارد. جهل و تعویل در شرک اکبر عذر نیست. عذر فقط اکراه است، یا که به معنای اکراه چیزهایی که میباید به مانند مجنون بودن، عقلش را از دست دادن و غیره. ابن القیم الجوزی در زیر این آیات سخن زیبایی را میگویند و میگن که وقد قطع الله الاسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها، همانا بتحقیق الله سبحانه و تعالی قطع کرد، انکار کرد، نابود کرد همه اون اسباب هایی که مشرکا به واسطه این سبب ها به شرک تعلق میبستند. الله قطع کرد، نابود کرد، انکار کرد، رد کرد همه اون اسباب هایی که مشرکا به همون اسباب ها آمیخته می شدند، تعلق آویزان می شدند و شرک را انجام دادند. فالمشرك انما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع والنفع لا يكون الا ممن فيه خصلة من هذه الاربعه. مشرکا به معبودهای باطلشون چنگ میزنند به خاطر اینکه انا همون معبودهای باطلشون، انا همون الههای باطلشون از قبر یا که از سنگ یا که از چیزی دیگر فکر میکنند که به اونها فایده میبخشد. یعنی مشرک‌ها چرا غیر الله را عبادت میکنند؟ برای اینکه مشرک‌ها گمان میکنند که همین قبر یا چیزی دیگر
به اونها فایده میبخشد، فایده میآورد. و شیخ الاسلام ابن القیم الجوزی میگن که بدانید که نفع و فایده به وجود نمی آید مگرم از همون کسی که 4 خصلت رو داشته باشد، یا مالک باشد، یعنی ملک در زیر تصرف او باشد، یعنی صاحب ملک باشد. یکم مالک باشد، هر آن چیزی که خواهد به وجود بیاید. دوم، اگر مالک نباشد، اگر انسان مالک نباشد، آیا میتواند که باز فایده بخشنده باشد؟ میگد که شریک باشد به همون مالک، به همون پادشاهی که پادشاهی کامل زمین و آسمان را دارد. اگر پادشاه نباشد، شریک نزدیک به پادشاه باشد، شریک پادشاه باشد، یعنی در پادشاهی شریک باشد به الله سبحانه و تعالی. اگر شریک به مالک نباشد، کمک کننده همون مالک باشد. اگر کمک کننده و یاردم دهنده مالک نباشد، در نزد همین مالک شفاعت کننده باشد. پس کدام وقت یک کس یا یک ذات، یک اله به انسانها، به مخلوقها یاردم رسانیده میتواند، منفعت رسانده میتواند، خودی همون ذات مالک باشد، پادشاهی مطلق 100% باشد، یا که همون چیز، همون کسی که عبادت کرده می شود اگر مالک نباشد، به همون مالک شریک باشد در ملک، 2 کس ملک بکند، 2 تا پادشاه باشد، یا که یاردمچی همون پادشاه باشد، یا که در نزد همون پادشاه حقی شفاعت کننده داشته باشد، یعنی حق داشته باشد. در نزد الله یک کسی حق دارد که بگوید که من به توی الله حق دارم، من کسی رو خواستم شفاعت میکنم، از تو طلب میکنم، تو باید اجابت بکنی. آیا همچنین کسی هست؟ نیست، وجود ندارد. الله همه این 4 چیز انکار کرد. شیخ الاسلام در دوامش میگه فنفى سبحانه المراتب الاربع نفيا مراتبا منفصله منتفلا من الاعلى الى الادنى. الله همین 4 مرتبه بالکل انکار کرد، از بالا به پایانش، از بالا به پایان انکار کرد. الله گفت یگان مالک وجود ندارد غیر از من، یگان شریک به من وجود ندارد، یگان یاردمچی کمک کننده به من وجود ندارد، و یگان کس در نزد من حق ندارد که بگوید که فلان انسان را الله شفاعت بکن. این حق را کسی ندارد که به من بگوید. ای مشرکین، این الهایی که شما عبادت میکنید نه مالک است، نه یاردم کننده به الله است، نه شریک الله است، نه در نزد الله حق دارد، حق هم ندارد که طلب بکند که ای الله من تو طلب میکنم که شفاعت بکن فلان انسان را. الله همه این را انکار کرده است. چه خیلی که ما با آیت به شما بیان کردیم که قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. ملکیت را انکار کرد. و ما لهم فیها من شریک بودن را انکار کرد. و ما له منهم من ظهیر، کمک کننده را انکار کرد. ولا تنفع الشفاعة عنده، شفاعت کننده را انکار کرد. الا لمن اذن له، مگر همون کسی که الله خودش اجازه میده برای شفاعت کردن. سبحان الله. الله ملک را، شرک را، کمک کننده را، شفاعتی که امروز مشرکین میطلبند از شفاعت کننده از قبرها، همش رو انکار کرد و بیان کرد که شفاعت همش به اجازه الله می شود. هیچ کس حق ندارد که کسی را در نزد الله از پیش خودش شفاعت بکند. سبحان الله. و همین آیت کافی است، میگن شیخ الاسلام ابن القیم الجوزی میگن فکفى بهذه الآیه نورا و برهانا و تجریدا للتوحید. کافی است به همین آیت نور و برهان و دلیل و خالی کردن توحید، خالص کردن توحید به الله سبحانه و تعالی و قطع کردن و رد کردن شرک و همه اون چیزهایی که انسان رو به شرک میبرد. و قرآن از این چنین آیات ها پر است. در قرآن زیاد است این چنین آیات ها، اما اکثر انسان ها
شعور ندارند، عقل ندارند و نمیفهمند. بارک الله فیکم. با همین فهمیدید که مشرکینی که غیر الله را عبادت میکنند به سبب همین 4 چیز، یا همون غیر الله را مالک میگند، یا که شریک به مالک میگند، یا که کمک کننده میگند، یا که شفاعت کننده میگند، همه از شرک است و الله انکار کرده است و هیچ کس حق ندارد که به واسطه و به سبب همین چیزها غیر الله را عبادت بکند. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و باذن الله در حلقه های آینده راه های عبادت غیر الله از قبر و غیر از قبر و از دیگر چیزها یا طلب شفاعت از غیر الله که مشرکین انجام میتند به شما بیان خواهیم کرد. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا انك انت العليم الحكيم.